روز 135. رهبران پرطمطراق، فریبکاری پشت نقاب کاریزما. بعضیا طوری رفتار میکنن که انگار از دل مردم هستن، ولی در واقع فقط یه نمایش جذاب برای جلب توجه اجرا میکنن. رهبران پرطمطراق یه ترفند خاص دارن. از یه طرف توی فرست کلاس سفر میکنن و گرونترین لباس‌ها رو میپوشن، از طرف دیگه تلاش میکنن نشون بدن که سلیقه و سبک زندگیشون مثل مردم عادیه. خودشون رو دشمن نخبگان معرفی میکنن، ولی پشت پرده همون نخبه ها راهنماییشون میکنن. مردم فکر میکنن یکی از خودشونه، در حالی که این فقط یه نقشه است برای جلب توجه. چطور این تله رو بشناسی؟ هر جا دیدی که یه نفر سعی داره خودش رو فوق‌العاده مردمی نشون بده، ولی سبک زندگیش پر از تناقضه، بدون یه بازی تبلیغاتیه. اگه کسی جوری رفتار میکنه که انگار یه نماینده کل جامعه است، ولی عملاً از قدرتش برای منافع خودش استفاده میکنه، بدون که یه فریب بزرگه. این آدم ها از توجه و هیجان مردم برای بزرگ کردن خودشون استفاده میکنن. پس نذار فریبشون رو بخوری. اگه نقدشون کنی، طرفدارشون جوری رفتار میکنن که انگار به یه فرقه حمله کردی. این یه زنگ خطره. همیشه پشت پرده رو ببین. هر حرفی که شبیه تبلیغاته، احتمالاً یه فریب بزرگ پشتشه. درس امروز: اگه یه نفر زیادی سعی داره خودشو ساده و مردمی نشون بده، بیشتر دقت کن. کاریزماتیک بودن همیشه نشونه ی رهبری واقعی نیست. بعضیا فقط نقش بازی میکنن. قانون روزانه: این رهبران پرطمطراق فقط با توجه مردم زنده میمونن. پس چیزی رو که میخوان و بهشون نده. کتاب قوانین طبیعت انسانی. لطفاً اگر شنونده این کتاب صوتی هستین، نظر و ایده و درسی که از قانون هر روز رو گرفتین و با دوستان خود به اشتراک بذارید. کامنت های خوب شما باعث میشه ما انگیزه بگیریم. ما برای کارهای بهتر و بزرگتر نیاز به حمایت خوب شما عزیزان داریم.